وای بیتای چرکو دیدی شبا آرایششو پاک نمیکنه میخوابه؟ دیوانه ای چیو بشوری؟ از باشگاه میای در رو بندازی زیر آفتاب، فرداش خوش میشه میکروبا شب بمیره، دوباره همونو بپوش. بشورم چیه؟ دختره چیپ غذا میخوره دک و دهنش صدا میده. دیروز یه کانسیلر تو فیس خریدم 3600 مفت. 100,000 تومن پول شورت دادی؟ کلا 5 سال میخوای بپوشی، دوباره میخوای بشوری، چه خبره؟ گوش پاک‌کن برقی گرفتم عالی تمیز میکنه، فقط 6 تومن. این تاپو 4 میلیون خریدم، مفت نیست. فرش دستبافتو بهم داد 700,000 تومن، فکر کنم بهم فشار داد. ماشینو بردم لنتشو عوض کنم میگه 800,000 تومن. چه خبره؟ هدر زمکش انداختم رو ماشین 50 میلیون. خدایی نمیارزه؟ ژلیشت لپر شده بمیرم الهی. دادا ورشکست شدی بابات سکته کرد. خب آخش تمیز شد خونه. وای اون یه تاره موچی زمین تازه تمیز کرده بودم. چاه زده بالا رسیده تو اتاق. خب رو تخت که نیومده که، دمپایی بپوش برو بیافت رو تخت بخواب. خیلی چاق شدم، 42 کیلو هم. ای خدا همش نفخه، با 10 جلسه باشگاه میکنمش 6 پک.